CIA در امنیت سایبری. این CIA با اون سازمان سیا فرق داره. CIA اصل اساسی و ستون امنیت سایبریه. کانفیدنشالیتی یا محرمانگی. ما نمیخوایم افراد به داده ها یا اطلاعات لپتاپ و گوشی ها و تبلت هامون اونم بدون اطلاع و رضایت ما دسترسی پیدا کنه. محرمانگی اصلیه که ما رو مطمئن میکنه که اطلاعات فقط در دسترس افرادیه که حق دسترسی دارن. هدف ما اینه که داده های حساس رو از دید آدمای مزاحم حفظ کنیم. معمولا ما این کار رو با استفاده از رمزنگاری انجام میدیم. اینتگریتی یا یکپارچگی. ما میخوایم داده ها دقیق و معتبر باشن و یکپارچگی با روش های مثل هشینگ و امضاهای دیجیتال اینا رو برامون تضمین میکنه. اویلیبیلیتی یا دسترس پذیری. ما میخوایم اطلاعات، سیستم ها و منابع همیشه در دسترس باشن. دسترس پذیری یعنی مطمئن باشیم که خدمات، سیستم ها و داده ها زمانی که لازمه در دسترس ما هستند. برای این کار سیستم های پشتیبان به کمک ما میاد. اگر سیستم دچار مشکل بشه، پشتیبان ها وظیفه رو بر عهده میگیرن و دسترس پذیری رو حفظ میکنن.